عزیزم غذاهای بومیچ خیلی خوشمزن، بخور یکم جون بگیر. خودت چی؟ نگران نباش، غذا منم آماده شد میخورم، تو فعلا بخور. باشه عزیزم. آیه قرآنی گذاشتن تو غذا، چه آدمای با خدایی هستن. آره بچه های بومبیچ خیلی بچه های با خدایم. بخور عزیزم، بخور. باشه. بخور بری دیگه. بازم آیه قرآنی، چه آدما با شرفی هستن، معلومه آدمای با خدایی هستن. خیلی آدمای با شرفیان واقعا. بخور عزیزم، بخور. باشه. خوشمزه. بذار منم یه لقمه برات بگیرم سفارشی از دست خودم. دهنتو باز کن. باز کن. آفرین، بخور. همشو بخور. بخور دیگه عزیزم، چرا درش میاری؟ این دیگه دعاست بی صحاب.